درود بر دوست عزیز در هر جای دنیا هستی که با فشردن انگشت اشاره روی ویدیوم در حال تماشای رونمایی از دکور استادیوم هستی. من خیلی خوشحالم که با این کار همراهی میکنی. امیدوارم تا پایان این ویدیو لحظات خوبی با هم داشته باشیم. منو همراهی کن. نظراتتون رو چه مثبت چه منفی در مورد دکورم بهم بگید، خیلی خوشحال میشم. راستی لحظه این رونمایی از خودم رسیده. بشمر بیام. شماره شروع شده. من تصمیم دارم این کانال رو مختص کانال آموزشی قرار بدم و عمدتاً مسائل آموزش برای ارتقای سبک زندگی و پیشرفت در مسائل امور روزمره قرار بدم. کنار این کانال های دیگه تشکیل میدم یک تجربیاتی در مورد ورزش دارم، میخوام با شما در میان بذارم و ورزش دوستان منتظر این کانال باشن. پیروز باشید. احتمالاً برایتون سوال پیش اومده که چرا اصلا من رفتم سمت گذاشتن کلاهگیس. من فکر کردم با این کارم سیر طبیعی زندگی بر پایه تغییره و انسان بدون تغییر دچار رکود میشه و من با این حرکت احساس زنده بودن میکنم و وقتی بیرون میرم تمام افرادی که قبلا منو به اون حالت دیدن الان یک حس خوشحالی رو به من دست میدن و همین نفوذ مثبت کلامی اینها همراه با شادی انرژی درونی من رو برای ادامه فعالیت هام زیادتر کرده و همین منو خوشحال میکنه. و چه چیزی بهتر از خوشحالی تو زندگی؟ خیلی وقت این حس رو نداشتم. یکی صدام کنه من تکون بدم. شمایی که از چهره جدیدم خوشتون اومده لایک هم کنید. قربونتون برم. حمایت شما بیشتر از اون چیزی که خودتون تصور کنین واسه من ارزشمنده. من بهتون خیلی احترام قائلم. تا ویدیوی بعدی مواظب مهربونیاتون باشین. هلاک تک تکتونم. میرم میام.